طفل از پدر خود میپرسد: پدر جان، من چطور پیدا شدیم؟ پدرش میگه: تو را یک لگلگ برای ما آورده. طفل میگه: تو به خدایا، زن به این مقبولی داشتی اما باز رفتی پیش لگلگ ها؟ یک خانم پسر خود را پیش ملا میبرد و میگوید: ملا صاحب، این بچه خیلی دزدی میکند، شما یک تعویض بدهید که دیگر دزدی نکند. ملا صاحب فوراً تعویض را نوشته به گردن پسرک آویزان میکند و میگوید: همیشه باید تعویض در گردنش باشد، هیچ وقت دیگر دزدی نمیکند. مادر و پسر طرف خانه روان میشوند. پسر خیلی آهسته راه میرود و از مادر عقب میماند. مادر: چرا اینقدر آهسته راه میروی و عقب میمانی پسر؟ بتهای ملا در پایه هایم کلان است. نفر میلیاردر میشه، عاجل میآید خانه، به زنش میگه: او زنکه، پولدار شدیم، هرچی داری زود جمع کن. زنش با هیجان میگه: کجا جانم؟ دبی، هند یا اروپا؟ مرد: نمیدانم، مهریه بگی، هر جای که میری برو. شب عروسی نفرک را میگن: پدرت مرده. نفرک میگه: حال این کارهای رشخنده آقای مسائل کو. شوهر و خانم میخواستند پسر خود را امتحان کنند. بالای میز کتاب، پول، یک گلاس شراب گذاشتند. گفتند اگر پسر کتاب را گرفت در آینده عالم می شود، اگر پول را گرفت تاجر می شود، اگر گلاس شراب را برداشت باید از پسر دست بشوییم. وقتی پسر آمد اول کتاب را زیر بغل کرد، بعد پول را در جیب گذاشت، بعد پیاله شراب را نوش کرد. به اتاق خود رفت. خانم به گریه شروع کرد. شوهر برایش گفت: خانم، گریه نکن، پسرت در آینده وکیل پارلمان است.